اینجا نشونت بدم. اینجا بنویس تو گوگل آیا قهوه برای بینایی ضرر دارد، کلی برات مقاله میاره، کلی سند و مدرک برات میاره که بهت نشون بده آقا قهوه برای بینایی تو ضرر داره. خب بیا اینجا، حالا اینجا بنویس فواید قهوه برای سلامت بینایی چیست. کلی برات سند و مدرک میاره که بهت نشون بده که قهوه برای بیناییت فوق‌العاده حرف نداره. ببین این سیستم گوگل رو میبینی؟ این سیستم گوگل دقیقاً سیستم RAS مغز توه. تو از مغزت اینو بپرس چرا من اینقدر بدبختم؟ ببین اینقدر دلیل و سند و مدرک جلوی پاد میذاره که بگه تو به این دلایله که اینقدر بدبختی، اینقدر فلک زده ای. حالا همین سوال ازش برعکس بپرس، چرا من اینقدر خوشبختم؟ بازم اینقدر دلیل و سند و مدرک برات پیدا میکنه که بگه تو به این دلایله که خوشبختی، که انسان فوق‌العاده‌ای هستی. داستان چیه؟ اینجوریه که احساسات شکل میگیره. چه سوالی میپرسی؟ چجوری فعال کردی این RAS مغزت رو؟ عاشقتم. احساسات به همین راحتی داره شکل میگیره. حواست باشه.